با من همراه باشید. سلام به رفقای دوست داشتنی، من مهدی موسوی ام. خوش اومدید به ویدیوی دیگه. خوشحال میشم همین الان ویدیو رو لایک بکنید چون میخوام تبندی بهتون بدم که روزانه میتونید کلی فالوور جذب کنید. اصول کامنت مارکتینگ چیه؟ اولین و مهمترینش اینه که به صورت تبلیغاتی نباشه. مثلا نگی ممنون میشم به پیج منم سر بزنید یا پستتون عالی بود، منم تو پست آخرم در مورد همین توضیح دادم. اینجور کامنت دیگه جواب نمیده. پس متوجه شدی که کامنتت نباید به صورت تبلیغاتی باشه، ولی تو باید بیای به صورت غیر مستقیم تبلیغ پیج دا بکنی. چجوری؟ کامنتی که میذاری اول از همه یه انرژی به صاحب پیج بده. مثلا ممنون از پست خوبتون، پستتون عالی بود، نکته‌هایی که گفتید عالی بود. ببین یه انرژی بده. و اینا بهتون بگم کامنتی که میذارید باید 2 یا 3 خط باشه، چون کسایی که دارن کامنت ها رو میخونن همینجوری که رد میشن، اگه کوتاه باشه یه خط باشه ازش رد میشن، ولی 2 3 خط که باشه ناخودآگاه چشمشون به کامنت تو میفته. حالا اگه جذاب باشه وارد پیجت میشن. ولی خب حالا ما میخوام بهتون بگم که چیکار بکنید، چه کامنت هایی بذارید که پین بشه، حتی صاحب پیج پینش بکنه اون کامنت های تو رو. اگه پینش بکنه خیلی بهتر بهت جواب میده و کلی فالوور در روز میتونی جذب کنی. خب پس اولیش رو تبلیغاتی نباشه. دومی کاری هم که میکنی یه انرژی به صاحب پیجت میدی. و سومی کاری که میکنی میای یه نکته بهش اضافه میکنی. مثلا صاحب پیج یادش رفته یا یه نکته توی پستش نگفته، تو میای اون نکته‌ای که بلدی تخصصی که داری یا توی کامنت ها بهش اضافه بکن. اینجوری صاحب پیج وقتی میبینه تو هم بهش انرژی دادی هم یه نکته‌ای بهش اضافه کردی، کامنت تو رو پینش میکنه. البته اگه به صورت جذاب باشه کامنت تو رو پین میکنه. حالا اینجوری مخاطبا وارد پیج تو میشن و اگه محتوای صفحه پیجت عالی باشه پیجت هم فالو میکنن. به همین راحتی در روز میتونی کلی فالوور جذب کنی. البته نمیخواد حالا بری نمیدونم ساعتی 50 60 تا کامنت بذاری، نه، شما تو 2 ساعت 10 تا 20 تا کامنت هم که بذاری عالیه. این